بنابراین برادرای عزیز، کسی که اگر عالم شدنی باشد، مردمی که علم میگیرند میشود به 4 تقسیم کرد. یک آدم برای رفع جهل از خودش علم میگیرد، یک آدم برای رفع جهل از خودش و از دیگرها میگیرد، لیکن وقتاش هم نصفش برای دنیا، نصفش برای تعلیم علم است. مثلا اگر 8 ساعت کاری دنیا کند، 8 ساعت علم میگیرد، این هم خوب است. و دیگری آن آدمی که پر عمر خود را در راه طلب علم جدا میکند و لیکن تنبلتر، بسیارتر خواب میکند، کمتر میخواند، کمتر کوشش و غیرت میکند، این یک طالب علم میشد. لیکن آن آدمی که پر حیاتش برای علم جدا کند و سخت جد و جهد کند، عالم میشد. و کسی که اگر خواهد که عالم میشود، که عالم های مرتبه های بلند شود، باید به سخن ابو احمد نصر ابن احمدی فقیه سمرقندی عمل کند که خطیب بغدادی در جامع خود آوردند و دیگرها هم در کتاب ها آوردگی هستند که میگن که لا ینال هذا العلم الا رجل عطل دکانه و خرب بستانه و هجر اخوانه و مات اقرب اهله فلم یشهد جنازته. این علم را نائل نمیشد مگر مردی که دکانش را ویران کرده است، باغش را خراب کرده است و یار و دوستانش را ترک کرده است، رفت آمد با جوره های و رفیقانش ترک کرده است و نزدیکترین خویشاوندانش وفات کرده است و به جنازش نآمده است. همین انسان علم میگیرد گفتن. یعنی اگرچه در اینجا مبالغه هم هست، یعنی همین آدم علمی درجه بلند میگیرد که به 1 دقیقهش بخیلگی میکند، همه آن را برای علم صرف میکند، این آدم علم میگیرد. بنابراین امام محدث حمیدی هم میگفتند که لقاء الناس لیس یفیدک شیئا سوی الاکثار من قیل و قال. واخوردن با آدم ها هیچ چیزی به تو فایده نمیدهد غیر بسیار کردن قیل و قال. قیل و قال چی است؟ گفته شده است، همین خیلی گپ هست، گپ های بی معنی بی اساس جمع میکنی خلاص از واخوردن مردم. فقلل من لقاء الناس الا لاخذ العلم او اصلاح حال. واخوردن با مردم را کم کن مگر برای چی؟ برای گرفتن علم یا برای اصلاح حال. ابو برزه اسلمی رضی الله عنه میگن که کان النبی صلی الله علیه و سلم یکره النوم قبلها والحدیث بعدها. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش از نماز خفتن خواب کردن را بد میدیدند و بعد نماز خفتن گپ زدن را بد میدیدند. یعنی بعد نماز خفتن منهج علما این است که فقط با الله تعالی تنها ماندن. نماز خفتن که در مسجد خواندید، به خانه‌تان برمیگردید، در خود را محکم میکنید، طهارت میگیرید، نماز شب میخوانید تا اون وقتی که الله تعالی خواست کتاب الله تعالی رو میکشید، علم میآموزید و بر وقتر خواب میروید تا اینکه به نماز شب بخیزید. و استادمون شیخ محمد ابن محمد مختار شنقیطی حفظه الله میگن که اعلم ان طالب العلم الذي لا يقوم الليل فهو طالب العلم المسكين. بدان آن طالب علمی که شبها نماز تهجد نمیخواند آیا طالب علمی مسکین است. میگم یعنی در بین طالب علم و طالب علم مسکین، یعنی کم بغل، طالب علم علمش کم است. یعنی در این راه باید نماز شب را ترک نکرد که این دلالت به همت عالی داشتن طالب علم میکند. وقتی که به نماز شب میخیزید خوب است که آن حفظی که کردید مثلا در 1 رکعت 1 رو از قرآن قرائت کنید. اگر حفظ نکرده باشید میتوانید چخیلی که حضرت عایشه میکردن قرآن را کشایید و از قرآن هم قرائت کردن در نماز نافله اجازت است.